صحبت نکنید، نزنید. خاصتا مهمانایی که شاید باری اول مسجد امام آمده باشند. در این مسجد عادت نیست که در هنگام موعظه سخن دنیا گفته شود. در این مسجد عادت نیست که کسی صداش بلند کنه. از زمانی که در همین مسجد ما قدم گذاشتیم تا به امروز بر ضد همین عمل ناشایع نامشروع مبارزه می‌کنیم. خواهش بکنم، من نمیخوام کسی را خفه کنم در این روز، اما اگر سخن گفتن کسی را ببینم با آواز بلند گپ دنیا گفتن صحبت کسی را ببینم، البته که اوضاع شد. گفتیم که امروز روز عید مسلمانان است. امروز را در زمین در آسمان ها با نام یوم الاضحی، روز عید قربان جشن میگیرند. چی چیز باعث شد که مسلمانان تمام عالم این روز را، نه اینکه مسلمانان بلکه تمام بندگان واقعی خدا از زمان حضرت ابراهیم خلیل به بعد این روز را جشن بگیرند، قید کنند، در این روز عبادت خدا را انجام بدهند، در این روز به همدیگر مهربانی و نوازش کنند. سببش چی است؟ امروز برای شما تعریفی این عمل یک نظر بیاندازیم طبق فرموده های خدا و رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم. قصه حضرت ابراهیم خلیل شما خوب می‌دانید. راستی که ما قصه حضرت ابراهیم باری اول در این مسجد میکنیم، زیرا که 2 سال پی در پی در هنگام عید اضحی ما در مسجد نبودیم، با زیارت خانه خدا مشرف داشته بودیم، از این خاطر نبودیم. از این لحاظ امروز انشاءالله در همین موضوع یک صحبت مختصر زیرا وقت امکان نمیدهد با شما انجام میدهیم. وقت نماز ساعت 9 تعیین شده است. تا او زمان تمام تبریکات و تهنیات خود را انجام میدهیم و 9 رسا انشاءالله نماز خواهیم. حضرت ابراهیم خلیل خدا، کسی را که خداوند دوستی خویش اعلام کرده است، فرزند نداشت. زنی زیبایی داشت، ساره، اما خداوند براشو فرزندی نداده بود. 30 سال شده به جای رسیده بود. سین حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام از 80 بالا شده بود. عائله مهربانش از او 10 سال خردتر، یعنی از 70 بالاتر. در بعضی روایات آمده است که در هنگام تولد اسماعیل علیه السلام حضرت ابراهیم خلیل 86 ساله بود. اما از بس که یا از اسرائیلیات هستند، از جمله در کتاب تورات، در کتاب یعنی بیبلی آمده است. از این خاطر ما دلیل دقیق ایران گفته نمی‌توانیم. اما صحیح است که 30 سالش به جای رسیده بود، کلام سال شده بود. از بس که فرزند نداشت. فرزند میوه حیات هر یک انسان است. فرزند دوام دهنده عمل هر یک انسان است. فرزند زنده دارنده نام پدر است. از این خاطر عاجزانه سوی پروردگار دعا کرد. استعیذ بالله ربی هب لی من الصالحین. حضرت گفت پروردگارا برای من یک فرزند صالح عطا کن. زیرا من فرزند ندارم، زیرا کمک کننده ندارم. از پدر، از جد، اجداد قوم تباریخت بریدم به خاطر تو، از بس که اونا بتپرست کنم. از این خاطر دعا میکنم عاجزانه که برای من یک فرزند صالح عطا کن. هر یکی ما و شما باید از خداوند فرزند صالح طلب کنیم. متاسفانه فراموش میکنیم، تمام چیز دنیا را میخونیم، اما در طلب کردن فرزند صالح واقعا میلنگیم. فرزند صالح است که نام آدم از زنده میدارد. فرزند صالح است که انشاءالله بعد مدت ما نیست خبرها و توسط اعمال نیک حسنه او فرزند به گلستان رو بدر میگیرد. و خاطر همون فرزند است که ما زن میگیریم. این زن فقط برای تسکین شهوت نیست، بلکه برای تولد نمودن
فرزند است، برای دوام دادن نسل است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب خویش رو همیشه تأکید می‌فرمودند که زنهای زایا گیرید، زنهای گیرید که فرزندزا باشند، از گرفتن فرزندهای نازا نفس خود را باز دارید. در سنن ابو داود آمده است حضرت معقیل بن یسار صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفأتزوجها. مرد نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد گفت یا رسول الله من یک زنی را خوردم که بسیار صاحب جمال است، حیوانش بسیار حیوان خوب است، یعنی که از گوهر خوب تولد شده است، پدر و مادرش افراد صالح خوب هستند، اما ناساز تولد نمیکنه. اجازه هست که من اون را بگیرم؟ حضرت فرمود لا، اجازه نیست. ثم اتاه ثانی، باز باری دیگه من که یا رسول الله اجازه بکنم و زنم بگیرم. فنهرا حضرت ما محوش کرد، اجازه نکنم. با باری سیوم اومد چند نفر دیگر خاطر انداز کرد از اصحاب گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله من را دوست ندارم، اجازه بده که زنش کنم. حضرت به تمام اصحاب مراجعت کرد تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الامم. ای مسلمانان، زنهای فرزندزا و زنهای با محبت اختیار کنید، زیرا که فرد روز قیامت با شماره شما من در میان دیگر امتها افتخار میکنم. هر پیغمبر با شماره امت خویش فرد روز قیامت افتخار دارد. افتخار من شماست. هر قدر شماره زیاد باشد اما قدر باعث افتخار من خواهد گشت. پس غرض از زن گرفتن فرزند تولد کردن بوده است. از این خاطر است که حضرت ابراهیم خلیل التماس کرد ربی هب لی من الصالحین ای ولدا من الصالحین. پروردگار یک فرزند صالح از برای من عطا فرمای که ادامه دهنده کار من باشد. مولانا جامی فرزند نداشت، یعنی مولانا عبدالرحمن جامی که همه ما شما میشناسید پسر نداشت. زمین خاطر وقتی که نظمهای زمان اولی حیاتش را میبینیم همه التماس و التجا است. در حق فرزند میسوزد و میسوزد، از خدا التجای فرزند بگیرد. بعدا ببینه که خدای تعالی به شرافت دعاهاش در سین سال پیراسانی براش یک فرزند را نصیب دید. پسره که آیلش تولد کرد با نام ضیاءالدین یوسف. ولی همون کتاب شرح مراجعه‌ای که الحمدلله طالب‌علمای ما میخونند در علم نحو، کتاب است که در برای همین پسرش نوشته شده است. شرح کافیه شریف است. از بس که پسرش در وقت خواندن کافیه که مشکلی کشید، برای پسرش یک شرح نوشت مولانا جامی. در حضور علم نحو نبود، مخصوص درس نحو نمید. وقت امکانیت را برای کار نداشت. حضرت در مثنوی سلیمان افضل و یک علم درد می‌فرماید هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز و جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کام من، زنده از فرزند باشد نام من. دستتون گیرد اگر افتی زی پایت او باشد اگر مانی بجای. واقعا فرزند نعمتی بزرگ است. روزی که درمانده شدی و از تو رفتی میری دستگیر همه فرزند میشود. وقتی عصاته شدی فرزند میشود. پشتت از پشتی او گردد قوی، عمرت از دیدار او یابد نوی.
نبی دشمنت رو شیوه از وی شیون است، خاصه گویی بحر قهر دشمن است. فرزند به ناموس و به عار همیشه پشتیبان پدر است. پدر این فرزندهای به ناموس و به عار دارد، کسی جرأت نمیکند که اون پدر را نانجامد یا دشمن حقارت گویی کند، زیرا میداند که فرزنداش از کفاش استوار هستند. از این خاطر این نعمت بینماید بزرگ است فرزند که خداوند به بندگان خویش وقتی که صدقت خواهند عطا می‌دهد. از این خاطر خدای تعالی در قرآن بزرگ خویش به ما و شما خبر می‌دهد فبشرناه بغلام حلیم. از این خاطر به حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام یک فرزند حلیم عطا می‌دهد. واقعا روز عید بسیار روزی سیرترددی است. از این خاطر من تصدیق هم در اون مراجعت میکنم. و بشرناه بغلام حلیم، بشارت دادیم به ابراهیم خلیل علیه السلام فرزند حلیم، حضرت اسماعیل علیه السلام. در مسئله آن که فرزند نخستی حضرت ابراهیم خلیل اسماعیل علیه السلام است کسی اختلاف ندارد. جمهور علمای مسلمان و اهل کتاب معتقد هستند که اول فرزندی که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام داده است اسماعیل است. از بس که ساره فرزند نمیافت و شوهرش مراجعت کرد، گفت من راضی هستم از برای خود زن اختیار کنم، زیرا که از من فرزند نمیشد است. خداوند ما را از یافتن فرزند از همین نعمت محروم کرده است. از این خاطر بیبی ساره یک کنیز داشت با نام هاجر. همون کنیزه به حضرت ابراهیم هدیه کرد. حضرت ابراهیم هم او را نکاح کرد گرفت و از هاجر پسرک به دنیا آمد که حضرت نام او را اسماعیل گذاشت. بعضی از شارحان کرام میگویند که کلمه اسماعیل از دو قصه عبارت است، از سمع و ایل. سمع معنی شنیدن را دارد و ایل معنی خدا پروردگار، یعنی که شنید الله تعالی دعا و تضرع ابراهیم علیه السلام را و همه پسرک دوسترو را از براش خطاب کرد. اگرش تصور کنه که مرد 80-60 ساله وقتی که صاحب فرزند میشود این فرزند را چقدر دوست می‌دارد، خاصتا که فرزند پیغمبران چقدر فرزند دوسترو میشود، زیرا از شخصهای برگزیده خدا به دنیا آمده است. مثلا خاطر که خلر میل و محبت حضرت ابراهیم به فرزندش داشت که نه شب نه روز به دیدار او صبر و تحمل کرده نمی‌توانست. از بس که حضرت ابراهیم خلیل خداست، دوست خداست، خداوند او را به دوستی اختیار کرده است، زیرا که میگفت لا احب الآفلین. من میگفت آفل یعنی که فنا شونده را دوست نمیدارم، من خدا را دوست میدارم که خدای همیشه باقی، خدای همیشه حی لا یموت میباشد. از این لحاظ وقتی که خدای تعالی محبت حضرت ابراهیم به فرزندش دید به خاطر امتحان، در خواب حضرت ابراهیم به او تلقین فرمود که فرزند خود را قربانی کند. تصور کنید فرزندی را که در سن 86 سالگی پروردگار براش عطا کرده است، خداوند او امرش می‌کند که فرزند خود را قربانی کند. در تفسیرها اومده است که شب اول دید لطیله بدانید، بعد در شب تربیه و شب عرفه هم همین کار دید، در خوابش دید و یقین داشت، زیرا که خواب پیغمبران رویای صالحه است، حقیقت است. پیغمبران اگر چند خط خواب هستند چشماشو خواب است اما قلبهاشو بیدار است به خاطر قبول وحی الهی. از این خاطر یقینش است که این امر پروردگار است. چرا پیغمبران بنده‌های برگزیده خدا هستند؟
زیرا که حضرت ابراهیم خلیل همون فرزند یگانه خود را پیش انداز کرده از برای قربانی کردن همراه خود گرفت. در قرآن قصه روانه شدن چون نآمده است، مختصرا خدای تعالی روایت میکند فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراهیم گفت وقتی که بیشتر میگوید خداوند به بلاغت رسید، وقتی که قوت امکانیت همراه پدر سفر کردن داشت، کار کردن داشت، از برای حوایج خانواده را مهیا کردن، تصور کنید که پسری که نو به بلاغت رسیده است برای پدر چه گونه عزیز است. حضرت ابراهیم دست فرزند گرفت در همین روز شریف و چون از مادرش دور شدن گفت ای پسرکان، ای پسر جان، گفت یا بنی من در خواب دیدم که خداوند مرا امر کرد به ذبح کردن تو. الحال نظری تو چی است؟ تو چی میفرمایی؟ و پسرش مراجعت کرد. خداوند ابراهیم علیه السلام امتحان میکند. حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل که چی نگفته باشد، زیرا از جان شنیدن چیزی نیست. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین. حضرت گفت ای پدر جان، هر چی که خدای تعالی به تو امر کرده است انجام ده، تو بنده خدا هستی. تمام نعمتی که داری از خدا داری، از جمله منم که فرزند تو هستم عطای پروردگار هستم. پس به کاری که امر شده ای شروع کن، هرگز این موقوف نگذار. ستجدون ان شاء الله من الصابرین. آخه من از تقوی تو نیستم، مگر من بنده خدا نیستم؟ البته که من از جمله صابران خواهی یافت. البته که من صبر میکنم، امر پروردگار را با تمام دل جان قبول میکنم. عملی را فرزند صالح میکنم. شاید بعضی‌ها گویند که آخه پسر پیغمبر بود. چگونه میگوید؟ ای برادرای عزیز، اگر خدای بزرگ هدایت نکند، نه پسر پیغمبر بدن، نه پسر اولیاء بدن، نه پسر مشایخ بدن به درد کسی نمیخورد. مگر کنعان پسر نوح علیه السلام نبود که از امر پدرش سرکشی کرد، امر پدر در کارهای جزئی که به فایده و منفعتش بود قبول نداشت. خدای بزرگ اسماعیل علیه السلام هدایت فرمود. در نقشه پروردگار بود که از سنبی فرزند صالح سرور نیکین پیغمبران محمد صلی الله علیه و سلم را به دنیا بیاید. خب یک چند سخن درباره ذبیح هم سخن بگویم قبل از اون که شروع به این قصه کنیم. بعضی از علما و فضلا از جمله از میانه مسلمانان ادعا دارند که ذبیح اسحاق علیه السلام بود، نه اسماعیل علیه السلام. حتی امام حاکم در کتاب المستدرک علی الصحیحین قول اقوال اشخاص را که اسحاق بودن ذبیح ادعا میکنند یک آورده است به اسحاق. بعضی حدیث‌های مرفوع روایت کرده است از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیز قول اقوال ها آورده است که ذبیح اسحاق علیه السلام. اما جمهور مفسرین اسلامی معتقد هستند که ذبیح اسماعیل است، نه اسحاق. چرا؟ زیرا که دلیل های خود بیبلیا، تورات و انجیل و دلیل های قرآنی دلالت به همین امر میکنند. واقعا از بس که اهل کتاب بسیار مکار هستند، از بس که در کتاب خدای تعالی تغییرات و تحریفات وارد کردند، نام اسحاق نوشته‌اند، اما خود متن جمله دلالت به این میکنند که ذبیح فرزند اول حضرت ابراهیم علیه السلام است، نه پسر دومش. در
بیبلیا در کتاب فتح زمین کتاب اولش بیتیه نوشتگی است. راستی من کتاب را روسی دارم از همین خاطر ناماشون با زبان روسی آورده است. اما کتاب تورات در آنجا وقتی که قصه را میارد قصه قربانی کردن قربانی شدن فرزند از جانب حضرت ابراهیم آمد است در اونجا در باب 22 آیه 2 خداوند متعال امر میکنه به حضرت ابراهیم خلیل возмеси на твоего единственного твоего. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. پسری محبوب و یگانه خود را همراهت بگیر. اگر این اسحاق باشد اسماعیل کی رو باشد؟ единственного твоего. بعد همون سخن которого ты любишь بعد نوشتن اسحاق. حالا که قصه تولد شدن حضرت ابراهیم اسماعیل علیه السلام از هاجر که نامش اگر اومده است اگر پیشتر از این اومده دوام شما میگه که پیدی زبرو مریعاش و قول علمای اسلامی معروف هست در خاک اسرائیل چجای اسرائیل در خاک تمام شام سرزمین شام که عبارت از اسرائیل و عبارت از سوریه و عبارت از لبنان است یگان موضع نیست که نامش ماریعه باشد. ماریعهش مروه است. مروه جایی که وقتی که حاجی ها سعی میکنند در همون مروه سعی خود به اتمام میرسانند از اونجا فارغ میشوند موهای خود را حلق کرده و خود را حلال میسازند. ماریعه مروه است. همچنین ببینید در آیه قرآن اومده است فلما بلغ معه السعی کلمه سعی در قرآن هم اومده است. پس معلوم میگرده که فرزند نخستین خود شد حضرت ابراهیم خلیل از برای ذبح کردن آمده بود. همچنین در همین باب در دو موضع دیگر در آیه 12 و در آیه 16 خدای تعالی حضرت ابراهیم وصف میکنه непожалел сына твоего единственного твоего для меня. تو میگه فرزند یگانه خود را پسر یگانه خود را از برای من دریغ نداشت از برای قربانی کردن. همچنین بعد که آیات‌ها درباره حضرت اسماعیل خلاص بشود و خدای تعالی در قرآن می‌فرماید و بشرناه باسحاق نبیا من الصالحین. وقتی که حضرت ابراهیم پافشاری شدید فرزند از برای خدا قربان کردن شدید خدای تعالی میگه ما بشارتش دادیم بعد از این و اسحاق از بیبی ساره نیست بشارتش دادیم که پسر دیگر میشه و نبی هم گفته است. شخصی را که از برای قربانی کردن خدای تعالی امر بگیره پیغمبر شد ما میگه که پیغمبر آخه این رفی ذبحش کردن کی پیغمبر بشود کی مردم دعوت میکنن. در قرآن جای دیگر اومده است که خدای تعالی به بیبی ساره بشارت داده بود حالی در زمانهایی که نه ابراهیم علیه السلام نه او فرزند نداشته و بشرناها باسحاق و من ورای اسحاق یعقوب بشارت داده میگه ما ساره را به اسحاق و بعد اسحاق به یعقوب یعنی بیبی ساره در وقت حیات بدنش هم پسردار شد هم نبیردار. یعقوب علیه السلام در وقت زنده بودن بیبی ساره تولد شده است. شخصی را که خدای تعالی برای امتحان از برای ذبح عمل میکنه چقدر وعده فرزند میده برای او پس امتحان چی میشود؟ یک شخصی را بگوی که باز امتحانت میگیرم و با تا 5 میده این چی امتحان میشه؟ از همین خاطر شیخ در زادالمعاد صاحب زادالمعاد میگه که بعد 20 وجه ثابت شده است که ذبیح حضرت اسماعیل علیه السلام است نه حضرت اسحاق. خب اگه صحبت خیلی بگم
فرزند صالح به صالح گفت یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدر جان با کاری که امر شده ای تو را موقوف نگذار. خدای تعالی تو را امر به ضبط کردن فرزندت کرد، ما آماده هستیم. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، البته که ما را از جمله صابران خواهی یافت. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ای ابراهیم قد صدقت رؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. خداوند قصه میکند از برای با در قرآن بزرگ که وقتی که به موضع و مکان رسیدن و جایی که قربانی کردن لازم بود، حضرت ابراهیم خلیل فرزند خویش رو به زمین خوابانید از برای قربانی کردن در حضور خدای بزرگ، از برای قربان جستن توسط انجام دادن امر پروردگار به او ندا کرده رسول او که ای ابراهیم، ای خلیل ما، قد صدقت رؤیا، واقعا تو رؤیا را تصدیق کردی، تو امر پروردگار را اجابت کردی. مفسرین کرام در اینجا قصه های زیاد بیان میکنند، اما اکثریت اسرائیلیات هستند. این قصه ها را ما از خوردیم و زیاد شنیده. مختصرا بیان میکنم که حضرت اسماعیل علیه السلام فرزند صالح حلیم و پدرش مراجعت کرد که پدر جان گفت قبل از او که مرا ذبح کنی دستهای مرا ببند، مبادا که در استراحت نافتم، کردن جان بسیار مشکل است. دست پا نزنم گناهکار نشوم و چون مرا میکشید دامن خود بر بزن، مبادا که خون بدن من، خون حلق من در لباس تن نچاشد، مادرم به دیدن آن در حزن اندوه نافتم، زیرا من پسر یک گونه مادر هستم. و چون مرا میکشید سرم به زمین ما چشمم در چشمت نافتاد، مبادا شفقتی پدری بازی نکند تا امر خدا را یک سپهزاری و انجام ندهی. و چون مرا ذبح کردی نزد پروردگار و نزد مادر مهربانم را سلام مرا به او عرض کن، با مادر او که واقعا من او را دوست می‌داشتم، اما امر پروردگار مقدم از همه است. امر پروردگار مقدم از پدر و از مادر است. حق هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است، پس حق سابق از مادر بود، هر که این حق را نداند خر. حضرت ابراهیم خلیل فرزند وقتی که خوابانی و تله للجبین، یعنی که به زمین خوابانی داشت، در صورتی که روش و سوی زمین بود، از طرف قفا ایستاده و کار در حلق فرزند مالی قدرت خدای تعالی کار حلق نبرید. امام طبری و دیگر مفسرین کرام بیان می‌سازند که پروردگار یک میز را بالای حضرت ابراهیم امر کرد دوید، همون پوست به صورت یک میز شده بود که دیگر کار او را نمی‌گیرید. ناخواست ندا شدید حضرت ابراهیم، یا ابراهیم قد صدقت رؤیا، تو تصدیق کردی رؤیا را. معلوم میگرده که تو خدا را از همه بیشتر دوست می‌داشتی، معلوم میگرده که تو خلیل واقعی بودی، معلوم میگرده که تو همون در لا احب الآفلین گفتن خود قایم و استوار بودی، پس تو پذیرفتی. اینا کذالک نجزی المحسنین، خداوند دیگه ما محسنان را، احسانکارا را چنین پاداش میدیم. واقعا پروردگار بسیار مهربان است، اما ما از مهربانی خداوند غافل هستیم. امام بخاری روایت میکند از حضرت
حذیفه یمانی رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله خلق رحمت یوم خلقها 100 رحمه. خداوند وقتی که رحمت آفریده بود، این رحمت عبارت از 100 حصه بود، 100 رحمت آفرید. فامسک عنده 99 و ارسل فی خلقه کلهم رحمت واحده. از این خاطر خداوند میگه 99 حصه شد در نزد خود گذاشت، ارحم الراحمین است و با تمام مخلوقاتش از ابتدای عالم تا انتها، با تمام مخلوقات از اعم از اینکه آدم هستند، جین هستند، حیوان هستند، درنده هستند، چرنده هستند، یک رحمت فرستاده است. همین مهربانی که ما امروز میبینیم پدر و مادر نسبت فرزند دارند، حتی که حیوان نسبت همون طفلک خودش دارد، مرغ نسبت چوچهک خودش دارد، همش از حساب همون یک رحمت است. تصور کنید که 99 رحمت در نزد خداوند نهفته است. خداوند به خاطر امتحان کار کرد و الا مگر میگذارد که پسر مهربانی حضرت ابراهیم علیه السلام که به هزار امید و هزار آرزو از جانب خدا طلب شده و قتل شود. چرا خداوند حضرت ابراهیم چنین یک امتحانی سخت گرفت؟ زیرا ابراهیم خلیل خدا است، دوست خدا است. البلاء موکل بالانبیاء ثم الاولیاء ثم الاقرب فالاقرب. بلا موکل به پیغمبرها است. خداوند اولا پیغمبرهای خدا ابتلا و امتحان میکنه. تاریخ پیغمبرها را ببینه، همه سرتاسر عبارت از مبارزه هاست، از عذاب و مشقت و درد رنج ها کشیدن است. تاریخ اولیاء الله هم ببینه، قسم زیاد اونا شهید شدن در راه خدا. بعد هر کسی که به رحمت خدا قریب‌تر است، مورد امتحان خدای تعالی در نوبت اول او قرار بگیرد. پس وقتی که یک رنج بالای ما اومد، یک علم بالای ما اومد، یک مشقت دشواری اومد، مادام که مؤمن هستیم باید ما خوشنود باشیم که خداوند ما را امتحان نگیرد. از خدای تعالی طلب کنیم که پروردگارا یک استطاعت قوت از برای کشیدن این مصیبت، از برای تحمل کردن این رنج عذاب برای ما عطا فرما. خداوند مساعدت فرما که مثل پیامبرای تو، مثل دوستای تو، مثل رفقا و اولیای تو در امتحان خواهیم استوار باشیم. ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که او را زی اولیا نکنیم. از این خاطر که خدای تعالی حضرت ابراهیم خلیل بعد از آن که منجنیق آتش امتحان شد، باز وقتی که پیسر یگانه شد نوری به چشماش عمل کرد که فرزند قدرت در راهی را قربانی کرد، تا اینکه ببیند که حضرت ابراهیم علیه السلام چه مقدار مطمئن است. مگر خدا را میدانست؟ معاذ الله، خداوند عالم الغیوب است، از همه چیز از ابتدا تا انتها آگاه و واقف است. از برای آن که برای ما درس عبرت شود، نمونه عبرت شود، تمام مردم عالم همیشه درس عبرت از بزرگای خود آموزنده بگیرند. پیامبر خدا امر کرد که برای ما درس عبرت شود. ای آنانی که دعوای محبت خدا را دارید، ای آنانی که دعوای دوستی پروردگار را دارید، ببینه که دوست چی نوع بشود. ببینه که دوست به خاطر دوستی خود حتی فرزند که از جای عزیزتر است قربان می‌دهد. تمام تاریخ پیغمبران گواهی این عمل است. حضرت شیخ عطا می‌فرماید پیشوایانی که رهبین آمدند، گاه و بیگاه از پی دین آمدند، جان خود را در ره حق آفتند، قول حق را در جهان افراختند. همه پیشواها و بزرگایی که خدای تعالی از برای تحکیم دین، تحکیم خداپرستی برای مردم ایشان را مبعوث کرده است،
جان خود در راه خدا باختند، چه جانبازی ها کردند از برای آنکه قول خدا را ابلاغ نمایند، از برای آنکه قول حق را برای تمام مردم برسانند. در میگن اول که با آدم چی شد، عمرها بر وی در آن ماتم چی شد. از حضرت آدم علیه السلام ببینید چقدر رنج و مشقت کشید. باره وقتی که خطا کرد راه نشد اونقدر گریه و ناله و تضرع کرد که پروردگار گناهاش بخشید. اما ببینه که یک پسرش که فرزند دیگرش کشت. حضرت آدم علیه السلام در ماتم رو در مصیبت که گرفتار شده. بینگر و خیرناح را بر قاب کار، تا چه بود از کافران عمر هزار. قصه حضرت نوح علیه السلام رو ببینید، 1000 سال انیخترش 950 سال کافران و مشرکان را رسول خدا خوانده است. این قدر زجر و مشقت ها را متحمل گشت، شکایت نکرد. نگو که به قدر من برسم من اینو را دیگه دعوت نمیکنم، نگو که من مذاق مسخره میکنم دیوانه میکنم. نه، سخن پروردگار را تاکید میکنه تا آخران لحظه، تا اینکه دیگر طاقتش طاق شد گفت ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگار تخمه همین کافران را از روی زمین نیست نابود کن که دیگه از تخمه شو کسی به چیزی باقی نمونه. باز ابراهیم را بین دیر شده، منجبیق آتشش منزل شده. حضرت ابراهیم خلیل را ببین، دوست خدا را، حبیب خدا را، پروردگار چه امتحانایش کرد. آخر الامر را فرزندش امتحانش کرد. در امتحان پروردگار قایم استوار بود. علما ای گفتن که به حق میترسه که ما بخواهیم از فرام رسل نگیرم. علما در قسط و پیغمبر را تحقیق میکنن، دین را تحقیق میکنن، جرعت نمیکنن که بگه هیبر الله خانش باش بیخته بکن. دعوی دوستی میکنه، دعوی مسلمانی میکنه. جمله قرآن امر و نهی است و وعید. خدای تعالی همه این کفاره در قرآن برای ما آورده است که ما تعلیم بگیریم که دوستی به عمل است، دوستی به ابتکار است. با یک دعوی خشکخانه دوستی حاصل نمیشه. باز اسماعیل را بین سوگوار، کفش او خرگان شده در کویار. حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل را بین سوگوار، حضرت اسماعیل را ببینه سوگوار، زیرا که او را برای خلق قربانی نکردند. خدای تعالی یک گوسفند را در عوضش فرستاد. ایشان را در قصه می‌بینیم گوسفند را در عوضش فرستاد که قربانیش کنند. حضرت اسماعیل علیه السلام محزون شد، ای کاش گوسفند قربانی میکردند در پیش خدا که فردا روز کمال محجت دلیل بودشت. باز اسماعیل را بین سوگوار، کفش او خرمان شده در کوی یار. باز در یعقوب سرگردان نگر، چشم کرده در سری کار پسر. حضرت یعقوب علیه السلام را ببینید، پدر یهودی ها، پدر بنی اسرائیل، زیرا اسرائیل تخلص حضرت یعقوب علیه السلام است. همین بنی اسرائیل که امروز میخوانندشون همه فرزندان حضرت یعقوب هستند. چقدر عذاب کشید، چقدر مشقت کشید. آخر الامر در فراق فرزندش کور شد، چشم کرده در سر کار فرزند. باز در یعقوب سرگردان میگرد، چشم کرده در سر کار پسر. باز یوسف را نگر در داوری، باز یوسف را نگر در داوری. بندگی و چاه و زندان بخصد. حضرت یوسف علیه السلام خدا را به قدر قصد زیباش دادن، عقل رساش دادن.
از پیغمبر تولد شد، پیغمبر زاده بود، پیغمبر شد. اما خدای تعالی چه امتحانایش کرد؟ بندگی را از سر غلامی کرد. چند مدت در چارش انداختن، چند مدت زندانی بود. بعد از اون که مثلا در مصر صاحب آبرو و عزت شده بود، همه امتحانای پروردگار را جوانمردانه پشت سر کرد. این شرف داشت به این که امروز الحمدلله ما یوسف علیه السلام میگم افتخار میکنیم. باز یونس را میگن گمگشترا آمده از مه و ماهی چند بار. حضرت یونس علیه السلام را ببینید. یونس پیغمبر علیه السلام وقتی که بسیار زجر عذابش دادن، قهر غضبش به جوش آمد، از این خاطر از میان قوم خود به امر پروردگار خارج شد. خداوند چه امتحان و ابتلاها را به سرش آورد. مدت 40 روز در شکم ماهی بود که عذاب و مشقت‌های کشید. باز یونس را دیگر گمگشترا آمده از مه و ماهی چندگاه، از مرتبه و منزلت پیغمبری در شکم ماهی افزاندش خدای تعالی. امتحانش کرده که آیا شکایت میکنه؟ اما پیغمبرای خدا شکایت نمیکردن. هر امتحانی که بسرشون می‌آمد جوانمردانه شکرانه نعمت خدا را انجام داده پشت سر میکردن. باز موسی را میگن ز آغاز عهد دایه فرعون شده تابوت بحر. حضرت موسی علیه السلام را ببینید، آلی تولد نشده بود که امر شد که شکم تمام زمان را چاک کنید. بعد تولد شدن امر شده بود که تمام فرزندهای که نه تولد شدن قتلشو کنید. اما خدای تعالی که این را به پیامبری میخواست مبعوث کنه نگهش داشت که دایش فرعون شد. دشمن جانش دایگیش کرد، کلامش کرد، بزرگش کرد، تابوت محوش کرد. در درون یک چوب تخته مثل تابوت مادر جاش کرده بود در آبی نیل سرش داده بود که آخرالامر آمد و در قصر فرعون وارد شد. با همون جویی که سوی قصر فرعون می‌آمد و فرعون بزرگش کرد حضرت موسی علیه السلام. اما همه یعنی امتحان‌ها را حضرت موسی علیه السلام پشت سر کرد با شکرگزاری نعمت پروردگار. باز داوود زیرهگر را نگر، موم کرده آهن از تف جگر. حضرت داوود علیه السلام راستی که قصه های اینا را بکنیم دیگه هیچ وقت اینا را گنجایش ندارد، گنجانده نمیتواند. شما قصه حضرت داوود هم بسیار شنیده میدانید. پیغمبر خدا پادشاه، شخصی را که خدای تعالی پادشاهش کرده بود. یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ای داوود گفت ما تو را خلیفه خود در روی زمین تعیین کردیم، با تو هم حکومت دنیوی و هم حکومت دینی را عطا کردیم. فاحکم بین الناس بالحق، از میان مردم به حق حکم کن. باز بینگر که سلیمان خیده و ملکی وی بر ما چنده گرفته. حضرت سلیمان علیه السلام را ببینید، پادشاه بود، خیده و پادشاه هم میگن، اما یک دیو خیلی به شیطنت ملک از دستش گرفت. چقدر خداوند امتحانش کرد. چند مدت ماهیگیر بود، اما از پیشتر دیده بیشتر شکرگزاری نعمت خدا را میکرد. باز زکریا بین که دل در جوش شد، اره در سر دم نزد، خاموش شد. حضرت زکریا علیه السلام را به شهادت رسانیده. در روایات اسرائیلیه، چیزی که از بنی اسرائیل روایت شده است، آمده است که حضرت زکریا علیه السلام وقتی که گویا که از قفاش دشمنان میتاختند، در داخل یک درخت پنهان شد. پناه و خدا نبرد، نعوذ بالله، حالا که این سفسده است، اصل نداره. از این خاطر درخت بریدن، حتی اره در سرش آمد، همون که بدر حصه تقسیمش کرد. اما دم نزد، خاموش شد. چرا؟ زیرا که در همون اسرائیلیات اومد است که یا اقوال اسرائیلی میگن، یعنی اینها را همون
مسلمان‌ها روایت کردند که در میان یهود از احبار بودن، بعدا خدای تعالی مشرف به اسلام شدند و در اسلام همین قصه‌ها را انتشار داد. هر قصه‌ای که با آیه قرآنی یا با حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است، ما در موضوع او خاموش می‌ایستیم. ما نمی‌گوییم که صحت دارد. آنش که زیر قرآن است، زیر اخبار صحیحه پیغمبر است، مردود است، اصلا قبول نمی‌کنیم. گویا در همون لحظه خداوند تاکیدش کرد یا زکریا اگر صدات می‌براید نام که از صفحه پیغمبری خط می‌زد. اره در سر دم نزد، خاموش شد. بعد قصه برابر اره کردن بریدن پرکفتنش خبر خاموش است. اینجا در مورد اسرائیلیات گفتیم. سبب چیست که بعضی از حتی صحابه های پیغمبر ادعا کردن که ذبیح اسحاق علیه السلام است. زیرا که حضرت کعب الاحبار که از احبار یهود است، از بزرگای یهود بود، الحمدلله بعدا دین اسلام را پذیرفت، از تابعین است، صحبت پیغمبر را در نگرفت. این افسانه‌هایی که درباره کعب الاحبار میگن که از زمان حضرت موسی علیه السلام بود فلان یوسف زدن، از تابعین است. صحبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نگرفت. اما از زمره علمای اسلامی است. کعب الاحبار همه قصه ها را زیاد میکرد، از بس که بعضی صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را شنیدن، همه را بیان کردن. و این رو ببینه دلیل حجت‌های خیلی همون تورات که گویا است، از برای آن که ثابت شود که ذبیح فرزند اولی ابراهیم علیه السلام است، یعنی حضرت اسماعیل است. لیدین استمیده و سینه میگن، لیدین استمیده به هیچ رد کردن نمیشه. قرآن دلالت به این میکنه که ذبیح حضرت اسماعیل علیه السلام است. همه اسرائیلیات از جانب اونا آمده است. اگر تصور کنید این اسرائیلیات هست که مثل کعب الاحبار یک شخص صالح و صالح روایتش کرده است. شیباس و اسرائیلیات هستند که بالکل دروغ سفسطه‌ها هستند، زیرا از بس که یهود بسیار مردم متعصب هستند، مردمی هستند که فقط قوم خود میشناسند و میدانند، قوم‌های دیگر نمیپذیرند. متعصبانه امروز در جامعه ما همین درد بی‌دوا یاد شده است. شیباس و مردمی هستند که میگن ما قول فلان مولا را قبول نداریم، ای قوم جو نیست، ما مولا داریم. خواب در سر، خواب در سر گوینده چنین قول. قسم به خدا این تعصب من اسرائیل است. اگر امروز ما مسلمانان چند به همین عمل بزنیم، روم و سیاه میشود، از بر اسرائیل بدتر میشه، از اون پراکنده تر میشه. عیب شرمندگی را ببینه. از بس که بنی اسرائیل بسیار مردم متعصب هستند، غیر قومی خود کسی را قبول ندارد. اگر چند میدانستند که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر برحق خداست، اما از بس که او از میان بنی اسرائیل نبود، قبولش نکرد. چندهای خواستند که به سوی خود جلبش کنند، اما دیدند که او رحمت عالمی است، از برای تمام عالم مبعوث شده است، در سخن جوری ندارد، قبولش نکرد. از این لحاظ در کتاب خدا تحریفات در آوردن، از این لحاظ همین قصه و افسانه‌های زیاد آوردن. از بس که بسیاری از مفسرهای ما مردم بازقول هستند، حقیقت‌گو هستند، اونا را حتی باور شده می‌بینه که یک شخصی که دعوای ایمانداری کند دروغ گوید، بعضی از قصه و افسانه‌ها را نوشتند در کتاب‌های تفسیر. بسیار خواهش می‌کنیم از کسایی که دانشجو هستند، طالب علم هستند، در مسئله اسرائیلیات بسیار احتیاط کنید. او اسرائیلیاتی که موافقت به قرآن و اخبار صحیحه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی‌کند، او را دور کنید، او را قبول نداشته باشید. ببینید خدای تعالی میگه یدینستوی نواتونهیم، فرزند یگانه‌ای را در پهلوش نوشتن اسحاق، مگر فرزند یگانه ابراهیم علیه السلام اسحاق است. در صورتی که با اتفاق علمای هم اهل کتاب هم
حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل داد. وقتی که اسحاق تولد شد حضرت اسماعیل 13 ساله بود. مدت 13 سال پسر یگانه ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل بود. تا این درجه را تحریف میکنند. از این خاطر وقتی که قصه‌های پیغمبران خراسان گفته میشود بسیار احتیاط کنید. اما باید اسرائیلیات سفسطه‌ای را که با اصل اسلام رابطه ندارد، حالا که نقیض است، او یه مردم گمراه سازد. باز بینگر که سلیمان خیلو ملکی وی برباد چون بگریف دیو. باز زکریا بین که دل در جوش شد، اره در سر دم نزد خاموش شد. باز یحیی را نگر در پیش جمع، سربریده زار در تشت چشم. بنی اسرائیل با پیغمبر کشی خود معروف هستند. تعریف پیغمبران را باید معلوم میکنند. اکثر پیغمبران خدا از جانب بنی اسرائیل به قدر رسید است. یکیش حضرت زکریا علیه السلام است، یکیش پسرش حضرت یحیی. اما این اعم کریستی که میگن همه حضرت یحیی علیه السلام است که با فرمان شاه یهود سرش از تنش جدا کردن، در یک طبق حتی گذاشتن و پیش شاه فرستادن. این طایفه با پیغمبر خدا چنین عمل نکردن. از این خاطر بر عذاب خدا گرفته شدند. به سبب قتل کردن پیغمبران خدا را، به سبب تهمت و دروغ‌ها را نسبت پیغمبران نسبت دادن، خداوند میگه ما او را به غضب گرفتار نموده‌ایم، مغضوب علیه داشته. باز عیسی را نگر کز پایدار شد هزیمت از جهودان چرب بود. حضرت عیسی علیه السلام مدد کم رنج کشید. چرب را پیش پادشاه شکایت کردند. چرب را دست پاش بسته و به نزد پادشاه آوردند. شد هزیمت از جهودان چند بار، تا اینکه خدای تعالی حضرت عیسی علیه السلام و آسمان بود. انشاءالله یکی از نشانه‌های قیامت نزول حضرت عیسی علیه السلام است که به امر پروردگار به زمین فراورده می‌شود. تا همون زمان در عذاب و مشقت بود. یک شخصی را که خدای تعالی به شکل و صورت عیسی علیه السلام برآورده بود، یکی از شاگرداش با نام جرجیس، عیسی گفته در دار کشید، سر بشکند که همه ما شما می‌دونیم قصه. باز بینگر که سری پیغمبران چی جفا و جور دید از کافران. ببینید که سرهای پیغمبران حبیب خدا چی عذاب و چی جور و جفاهای را از کافران کشید. بار شکایت نکرد، در دین خدا همیشه قایم و راسخ بود. بار نزد حضرت وقتی که خواهی حضرت صلی الله علیه و سلم به جانش رسید، این مشرکای بدگهه را جای آن که ایمان بیارند در غضب شدند که بت‌های ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما دیده میگیرد، مذمت میکند، تحقیر میکند. نزد ابو طالب اما که حضرت صلی الله علیه و سلم آمد. گفتند یا ابو طالب، ولی محمد صلی الله علیه و سلم تو هستی، نصیحتش که پندش دید. بگو که ما با خدا و دین رو خوردار نمیشویم، اما همه دین ما را و بت‌های ما را خوردار نشود، بگذارد که همون مردمه که پیروی میکنند کردن گیرند، تحقیر نگوید که اینا یک چوب خشک هستند. ابو طالب که خود نیز مشرک بود، بتپرست بود. خدای تعالی او را میسر نگردانده بود از برای پذیرش قبول کردن دین مبین اسلام. نمیدونست که این دین چی بزرگی و چی صلابت دارد. حضرت صلی الله علیه و سلم به نزدش دعوت کرد. گفت فرزند عزیز،
همین مردم راست بگن تو به همین دین اینا چیکار داری؟ تو به بت‌های اینها چیکار داری؟ خدا اختیار عبادت که کاردار نشد، مردم از راه نزن، مردم نگذار که مثلا نسبت بت‌ها به احترام شوند، جد اجداد و چیزای کمتری به پرست دارن. به همین شکل و به همین طرز ابو طالب حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیحت کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جاش قایم شد، اما شخصی دوست نداشت. واقعا ابو طالب نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم غمخوری‌های زیاد نداشت، رنج زیاد کشیده است. از این خاطر بود که اگر چنده که به کفر رفته است، به ایمان رفته است، اما احوال او از دیگر کافران و مشرکان فرق میکنه در دوزخ. در صحیح بخاری اومده است حضرت عباس اما که پیغمبر گفت یا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشیء؟ ای پیغمبر خدا گفت آیا به ابو طالب یکون فایده و منفعت از تو میرسد؟ فانه کان یغضب لك و یحیطک، زیرا که ابو طالب به خاطر تو برزید تمام مشرکای مکه قایم شد، با هم قوما و هم قبیله‌های که در حالت جنگ و نزاع قرار داشت غضب میکرد. از تو آیا باید اون فایده میرسد؟ ابو طالب به ایمان از نمیرفته است. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود نعم هو فی زحزاح من النار. بله گفت ابو طالب در زحزاح دوزخ است. زحزاح ابتدای دوزخ میگن، آستانه دوزخ، جایی را که آتش از دجلک تو برو نیست. لولا انا لکان فی درک اسفل من النار. اگر من نمیشیدم، اگر همون زوروهای من نمیشد، خداوند ابو طالب در قعر جهنم میبود. زیرا که پیغمبر دریافت ایمان آورد. همه ابو طالب وقتی که تأکیدش کرد پیغمبر دوست نداشت ابو طالب، تا آخران لحظه پیغمبر امید داشت که ابو طالب ایمان میاره و به ایمان میاره. از جاش خیست وقتی که دیگر شخصی محبوبش، در شخصی که دستگیرش بود، یاورش بود، این سخن میگوید، از چشماش اشک میشه. او یا احمد جان قسم به خدا گفت اگر آفتاب در دست راست بتوان، ماهتاب در دست چپ، من از این قول عقیده نمیگم. با ترک خدا تحقیرش بگیرم، با ترک خدا مزامتش بگیرم، چه من مزامت نکرم. خداوند را امر کرده که مردم مشرک به سوی خدا کنم، به سوی پروردگار دعوت کنم، تا اینکه چوب پرست، هیکل پرست و بت پرست نباشد. وقتی که استواری و ثبات شد ابو طالب دید گفت ای پسر را کار بکردن بگید انشاءالله تا وقتی من اصلا نمیگذارم که یک خاری در پاد بخورم. ببینه از ثباتم میقدر جمعاتی و میقدر عذاباتی سری تصدیق فرود آورده است. دریا و مانه نکردن که بعضی ما که در سر مشکت و دست از دست من چکار میروید تا آخران لحظه مبارزه بودست. امروز ضعیف نامی بگیریم انا نگذاشتن کلام کردن، طلب کن، سعی کن، برادر. مادام که دنیا داری امتحان هست، خدای حالا امتحان رو بگیرم. مسجد رو بستیم چکار کنیم؟ طلب کنه، سعی کنه که کشاده شود تا اون زمان باید در دیگر مسجد ها نماز بکنه. چی بسا مردمی هستن که در محله شد مسجد ها بستیم دیگه از نماز جماعت محروم شدیم و نماز جماعت نمیروم. شما اثبات کنه که امروز مسجدهایی که به قید گرفته شدگی هم مردم نمازخوان جا کرده نمیتونن. اگر ما نمازخوانها در 5 نماز با مسجدها بیاریم، در مسجدها صف بگیریم، واقعا مسجدها نمیبرن، مثل روز جمعه کوچه‌ها پر میشود. اما کو همون نمازخوانها، کو همون دعوتگرایی که میگن مسجد را بستیم چکار کنیم؟ معنی صبر همین است برادران. صبر این است که دیگر خاموش در کنج خونت عزت بگیری و بشینی. نه، صبری است که به همین تمام همین مشقتات و تمام همین مشقتات خواب میاریم و کار دوام میگیریم. عبادت خدا را ترک نمیکنیم.
بگوید که سری پیغمبران چی جفا و جور دید از کافران. مگر تاریخ پیغمبر و پیغمبرای بزرگ خدا برای ما عبرت بسند؟ مگر به آسانی برای ما میسر گشت که دین مبین در میان مردم منتشر سازم؟ چی عذاب و مشقت‌های کشیدم، چی جور و جفاهای دیدم. در صحیح بخاری اومده است حضرت عبدالله ابن مسعود صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند کان نبی صلی الله علیه و سلم یصلی عند البیت و ابو جهل و اصحاب له جلوس. و میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نزد خانه خدا به عبادت مشغول بود. ابو جهل مرحوم همراه چند از دوستاش همونجا نشسته بود. فقال بعضهم لبعض ایکم یجیء بصلا جزور بنی فلان فیضعه علی ظهر محمد اذا سجد. یک خلاصتش از جاش قایب شد. شارحین کرام میگن ابو جهل مرحوم قایب شد. گفت کدامتان جرأت دارد که زهدان بچگان شتر فلانی را که دیروز شتر کشته بود گیرد بیارد و در هنگام سجده کردن محمد صلی الله علیه و سلم در پشتش بگذارد تا اینکه تحقیرش کنید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نبیره عبدالمطلب است، رهبر قریش زمان مکه، از اشراف قریش فهمیخت. او اشراف مرتبه منزلت خیلی بالا بود. قریشی ها در میان تمام اعراب اشراف و اشراف زاده حساب میکنند، سید زاده حساب میکنند. تصور گیره که پیغمبری را کسی جرأت نمیکرد و چشم حقارت نظرش کنه در هنگام سجده در پشتش نجاست بگذارند. چقدر تحقیر است. اگر یک نفر ما شما رو در همین حالت کنم چه حس میکنه؟ تصور کنه. فبعث اشقى القوم عقبة بن ابي معيط فجاء به ثم نظر حتى اذا سجد فوضعه على ظهره بين كتفيه. از میان قوم از همه پلیدترینشون لعینترینشون عقبه بن ابی معیط قایب شد، رفت همون زهدان را آورد و در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سر به سجده گذاشت این ملعون آورده همون زهدانی پر از نجاست به در پشت ببرد حضرت بین لکی کشیده شد. حضرت عبدالله بن مسعود میگه و انا انظر لا افنی شیئا، من نگاه میکردم میگم از دست من هیچ کار نمی‌کنم. حضرت عبدالله بن مسعود سو فقیر بود، جوان بود. لو کان لی منع، ای کاش که میگم من قوت میداشتم، ای کاش که از سه چهار نفر دستیار میداشتم که در آن حالت نمیداشتم که نسبت پیغمبر به کثافت روا دارم، ایزن روا دارم. واقعا ابتدای اسلام بود، مسلمان ضعیف بودن، اما امروز هم ببینیم کارمی است. امروز هم پیغمبر را تبخیر میکنن، بسیاری مسلمان ها خاموشن گروه که به اینها اثر نداشته باشه. هر کسی که در نزدش نسبت پیغمبر یا نسبت دین و دین اسلام چیزی گفته میشود خاموش میایستد، در همون گناه شریک است. گوینده و شنونده در حکم پیغمبر است، در رو باید احتیاط کرد. با من داخل دارد خیلی سخن نیست. فإنكم إذا مثلهم، در این صورت خداوند میگه شما مثل آنها بشید. همچنانه که او بدگهره که نسبت پیغمبر تحقیر روا دید جزا میبیند، شخصی شنونده و خاموش ایستاده هم همین جزا را میبیند از جانب پیغمبر. ای کاش که میگه من قوت نداشتم. امروز مسلمان قوت دارد الحمدلله، یکی ببین اصلا، اما احوال هم احوال است، اما احوال است. سه چهار نفره که از دست شکار نمیآید دلخون میشوند، گریان میشوند که ای کاش که ما قوت نداشتیم، ای کاش که ما امکانیت نداشتیم،
ای کاش که ما از پیغمبری که دفاع میکردیم. امروز اگر یک سخن ناجای نسبت یک نصرانی یا نسبت یک یهودی کسی گوید دعوا و جنجال سر بشود، ممکن است بنده خدا هستن، ما حق نداریم، در صورتی که اون مردم تحقیر روا می‌داشتند. بهترین مخلوقات محمد صلی الله علیه و سلم تحقیر می‌کردند. اما خاموش نمیگم که روا نیست، ممکن نیست، عیب است اصلا نخواهد. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض. بعد شروع بخنده کردن. بعضی دیگرش هم نخته میکرد که نگاه کن همین شخص با همین نجاست که در پشت دارد دعوای پیغمبری خدا را دارد. چرا خدا قدرش نرسیده؟ چرا خدا از اون پشتیبانی نمیکنه؟ این به سعادتا نمیفهمند که خدای تعالی پیغمبراش با همین مشقتها امتحان میکنه، بردهاش با همین مشقتها امتحان میکنه. خدای تعالی امتحانش میکرد و یا خدا قدرت داره که در یک لحظه همه را به زمین افسان کنه، همه‌ش در زیر زمین فرو بره، اما امتحان میکنه برده را که چی مقدار در که ببین فاطمه زهرا اومد همون بچگان شده از پشت پدرش دور تا گریان پدر خواست برداره. حضرت سر برداشت گفت اللهم علیک بقریش. بسیار نظرش کردم خداوند را گفت من از قریش پیشی تا عرض داد نکنم، حواله قریش را تو کرد. 3 بار دعا نکرد، همه در دهشت بردید. تمام مردم مکه میدانستند که دعا در این شهر مستجاب است، در نزد خانه خدا دعا مستجاب است، خاصتا از شخصی که محمد الامین در این جزیره عرب با ترحم کرد. حضرت اگر دعاش دیگر نمیکرد تمام قریش نیست نابود میشه. گفت اللهم علیک بأبی جهل و بعتبة بن ربیعه و شیبة بن ربیعه و الولید بن عتبه و امیة بن خلف و عقبة بن ابی معیط و عمارة بن الولید. خدایا گفت از دست 7 نفر پیشی تا عرض و داد میگو نامبر کردم 7 نفرهایی را که الان در ضمن حدیث براتون گفتم. حضرت عبدالله بن مسعود میگه فوالذی نفسی بیدی لقد رأیت الذین عد رسول الله صلی الله علیه و سلم صرع فی القریب قریب بدر. قسم به خدا گفت همون شخصایی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم نامهاشون را ذکر کرد همه شدیدم که مثل سگ کشته شدن، از پاهاشو کشیده و در گودال و در چقری ها پرتافته شدند در جنگ بدر. واقعا 7 نفر سگ وارد بودند کسایی را که پیغمبر در حق شده ها کردند. اما مهربانی پیغمبر رو ببینه که اینقدر جفا و جور دید مگر مشرکای دیگرش از این 7 نفر یکون بهبودی داشتن، یکون برتری داشتن، همش یک خواب داد کار دادن کاری. اما پیغمبر مهربان میدونست که از قسم به این مشرکای مردم فرزندای صالح میآید. اگر همش که به خواب یکسان میشیدن دیگر هیچی نمیمون، چیزی باقی نمیمون. از این خاطر بود که حتی وقتی خدای تعالی ملائکه 4 نزدش فرستاد آمد گفت یا محمد، ای محمد گفت ای حبیبی خدا ذلک فیما قلت، من در فرمان تو هستم. گفت این شئت ان اطلق علیکم الاخشبین، اگر تو بخواهی گفت همین 2 کوهی بلنده که از 2 طرف مکه را احاطه کردن در بالای سرشو چپا میکنم، همش در زیر سنگ نصف نابود میکنم در زیر تو. اما پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم با وجود اون قدر جفا و جور دیدن گفت بل ارجو ان یخرج الله من اصلابکم من یعبد الله وحده
ولا یشرک به شیئا. او من امید دارم که خدای تعالی از پشت همین کافرهای ملعون فرزندهای صالح به دنیا بیارد که عبادت خدا را کنند و در عبادت خدا کسی به چیزی را شریک نسازند. باز بینگر که سری پیغمبران چی جفا و جور دید از کافران. تو چنان دانی که این آسان بود، تو خیال میکنی که با محبت خدا میسر گشتن کاری آسان است. تو چنان دانی که این آسان بود، بلکه کمتر چیز هر کی جان بود. در این راه هم جان فدا کردن کمترین چیز است. مشقت‌های میکشیدن که 100 بار به مدت شخص راضی میشود از اون قدر عذاب و مشقت کشیدن. اما از فرموده خدا، از گفت خدا، از امر پروردگار یک سریموی اجتناب نمی‌ورزیدن. امر پروردگار اجرا میکردن، رعایت میکردن. ونادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت رؤیا اینا کذالک نجزی المحسنین. ندا کرده میگه که ای ابراهیم خوشا به حالت، خوشا به حال فرزند را، امر خدا را اجرا کردی، تصدیق کردی رؤیا را. پس ما بندگان محسن خدا، بندگان احسان کننده خود را چنین پاداش میدهیم. این هذا لهو البلاء المبین. یا ابراهیم گفت ای دوستی من، ای خلیل من، این یک امتحان آشکار بود. من خواستم در امتحان کنم که تا کدام درجات در دعوی قایم هستی و استوار هستی. و فدیناه بذبح عظیم. از این خاطر فدیه‌اش دادیم دیگه، عوضش دادیم، یک ذبح عظیم. مفسرین شارحین کرام ذبح گوسفند ترجمه کرده گیرد. حتی در همون اهل کتاب هم در بیبلی هم گوسفند اومده است. آوین در گوسفند شاخدار. حضرت ابراهیم خلیل نگاه کرد که یک گوسفند زیبای مست در حضور ایستاده است. همون گوسفند را گرفت جای حضرت اسماعیل علیه السلام نزد پروردگار قربانی کرد. در مورد این گوسفند هم راستی که صحبت و نهایت زیاد است. از مفسرین کرام روایت شده است که حتی بعضی روایت ها اومده است از اهل کتاب میگویند که همون گوسفندی هست که پسر آدم علیه السلام کرده بود. خداوند او را نگهش داشت در جنت، بعد برای حضرت ابراهیم علیه السلام فرستاد. اما باز بگم که اینا حجت دلیل ندارند. از این خاطر در صحت این ما نمیتوانیم که ادعا داشته باشیم. از بعض مفسرین از جمله از مجاهد رحمه الله روایت است که میگوید که گوسفند سرخینه‌موی بوده است. موی همون گوسفند سرخینه بوده است، سرخ بوده است، شاخدار بود. حتی بعضی روایات اومده است که گوسفند نبوده است بلکه یک صید بوده است. حتی بعضی آهو را هم گفتیم. بعضی میگن دیگه از همون بزهای کوهی است. اما قول اصح چیزی که اکثر علما اتفاق دارند آن است که گوسفند است. چگونگی اون گوسفند را نمیدونیم، اما حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در راه خدا در عوض فرزند همون گوسفند را پیش پروردگار ذبح کرد و به رحمت خداوندی نائل گشت. امروز هم روز عید قربان است. برادرای عزیز، بسیاری از ما و شما کسایی را که خدای تعالی قوت امکانیت داده است، مال و ثروت داده است، آماده آن هستیم که به خاطر خدا ذبح کنیم. ذبح به نام خدا باعث کردن و این ذبح بعد نماز عید باید انجام یابد. ذبحی که قبل از نماز عید است و قربانی محسوب نمیشد. بعضی برادران میگن خانه و سحر مهمون میاره از همین خاطر سحر براتر کشته. نه، این ذبح حساب نیست. کسایی که قبل از خواندن نماز ذبح کردن گویا که گوشت آماده کردن.
در حدیث صحیح اومده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، حدیث بخاری است، از برای ابن عازب روایت شده است: من صلى صلاتنا و وجه قبلتنا و نسک نسکنا فلا یذبح حتی یصلی. هر کسی که نماز ما را میخواند، هر کسی که قبله ما را قبله میداند، یعنی هر کسی که اهل اسلام است، پیش از خواندن نماز رویت ذبح نکند. میگه تقویم خیست از جاش ابو برده گفت یا رسول الله، من ایام پسرم یک مول ذبح کردم پیش از خواندن نماز، این چی میشود؟ گفت این گوشت است، تو برای عائله خودت گوشت مهیا کردی، اما این قربانی نیست. قربانی بعد خواندن نماز انجام داده میشود و این قربانی که ما میکنیم اینقدر فضیلت دارد، اینقدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که امکانیت دارند، خدای تعالی از براشون شرایط مهیا کرده است، یعنی که نصاب مال و نصاب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. تنبلی نکنید. کسایی که مثلا زمین کار را واقف بدن نکردیم، مال نخریدیم، باری مهلت داره، 2 روز دیگر هم است، کسی این روز نتونست بگم، اگر نتونست فردا پس فردا از زمین خاطر کسایی که امکان دارن علاج دارن باید که قربانی را کنن. اما اشخاصی که نصاب زکات ندارن، مقدار $3000 ندارن، برای اینها برای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌شون فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنم، تصور کنید حق فرزند شه، حق زن شه، میگیره که من قربانی کنم خدمتشان کنم، از اون عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از معلوم میگم که بر ریا میکنم، کاری که بر ریا شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد. ریا عملی نه که از اصلش، از ریشش نابود میسازد. از این خاطر لازم نیست برای کسایی که کمبغل هستند و فقیر هستند مثلا قربانی کردن. ما همین سخن روز جمعه گفتیم چند نفر زنگ زدن که البته مال خریدگی ممکن و حق فرزند نیست، حقیقتا زکات مال نداریم، اما البته خریدگی تیاریم به خاطر عبادت خدا چکار کنیم. درست نیست میگم؟ گفتیم نه، درست هست. در بیماری معنی نداره که اگر تو نصاب زکات نداشته باشه و قربانی کردی خدا قبولش نمیکنه، نکنه، اما در ذمه شما واجب نیست. اما وقتی که ما خریدیم و نظرش کردی که من دیده قربانی بکنم، واجب نگرد. اگر شب کمبغل هم باشی مال برای قربانی خریدی واجب شد، یعنی تو نظر کردی همین مال که در راه خدا قربانیش بکنم، پس واجب بکنم. و فدیناه بذبح عظیم. خداوند گفت برای ابراهیم علیه السلام در عوض اسماعیل علیه السلام یک ذبح عظیم. عظیم به معنای تن جسه نیست، یعنی که پیش خدا عظمت دارد، بزرگی دارد، قدر قیمت دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت عظیموا ضحایاکم فانها علی الصراط مطایاکم. قربانی های خود عظیم و بزرگ کنه، قدر و به منزلت کنه، زیرا که در بالای پول صراط چهارپای سواری شما همون قربانیات میشه. یک روزی اینجا نگرفتی اگر پشتی با دعوای اون که من قربانی بکنم اون بس خودش برای و طرف بتر بولش بگیره ببره. از همه خودیر اگر امکان باشه برای قربانی مالی خوب اختیار کردن در کار، چهارپای سواری ما در بالای پول صراط همون قربانی رو میشه. اگر گوسفند باشد از همه بهتر است. امام قرطبی در ضمن تفسیر و فدیناه بذبح عظیم روایت میکند که نزد محققان بهترین قربانی نزد پروردگار گوسفند است، گوسفند نر. در موضع دوم گوسفند ماده میایستد، ماده گوسفند. بعد از اون گزینه
دیده بعد اون روزی نه، بعد از اون روزی مردن. متاسفانه امروز نمیدونم چی در جای است که مردم از گوسفندخوری موندیم، همه دعوا میکنن که تولیدی بود. اگر از همین عقبه شهرستان و طرف بگذارید همه مردم گوشت گوسفندخور هستند، در اینجا گوشت گاو و گوشت بز و قدر قیمت نداره، همه گوسفندخور هستند. اینجا تولیدی نباشه، یکی شاید باد هوا شرط میکنه نباشه. امروز دیگه ای گوسفندخوری مونده. یک اشاره رفیق داریم میگه که گوشتش روز بسته گوسفند زیده را وقتی ببینیم فشار خون بالا میشه. این را بهترین قربانی گوسفند است. از همه خاطر همون که مردم که اومدن چیز استعمال کنن ما هم مجبور شدیم سیرکه بگیریم، نباشه بخدا دلی من داغ بود که گوسفند بگیرم. متاسفانه امروز همون بازار بز در اوج است، زیرا که مردم هم بیمار شدن، همه دعوا میکنن که فشار خون رو بالا است. و بعد از بزی مونده شتر نیست، شتر اول شتری میکنن، بعدی شتری نه در جای ششم میشود. شتر از جانبی 7 کس میتوان قربانی کرد، اما شتر در صورت قربانیش درست میشود که 5 ساله باشد. از 5 ساله خودش قبول نیست، مقبول نیست. بعد از اون گاو از جانب 7 کس میشود قربانی کرد، در صورتی که 2 ساله و 2 ساله بلند باشد. از 2 ساله خوردش نمیشود برادر. یک برادر زنگ زد دیروز میگه من یک تیلاقچه خریدم، نمیدونم چند ماه یا ساله بودم نه، که او ای گوسفند کلان ای گوسفند کشتن او را بکشیم خوندیز گفتیم نه، درست نمیشود. 2 ساله است گاوی سنی، گاوی 2 ساله را میگم 2 سالگی را بود کرده باشد، 2 درو باشد. در مسئله گوسفند 1 ساله آمده است، اما واقعا در یک حدیث اومده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ابو برده ذبح کردن جزع اجازت داده است. جزع گوسفندی را میگن که ای 6 ماهه کلان باشد. از این خاطر فقهای حنفی میگن اگر گوسفند شکمی کلان باشد، مثلا همین گوسفندهای حصاری خیلی باشد، ای 6 ماهه باشد علاقه ممکن است، اما بز به هیچ وجه 1 ساله خوردش نمیشه. عظیموا ضحایاکم فانها علی صراط مطایاکم. به خاطر خدا، به خاطر خرمن جستن به خدا مماله میکشید. از این خاطر باید که مال کور نباشد، خر نباشد، شل نباشد، یکی از عضوی بدنش خط نباشد. مثلا متاسفانه نمیدونم چی دردی رسیده است، داملا جمشیدم روزی جمعه در این موضوع گفتم که گوشای بالا را میبرم. برادرای عزیز، اگر زکات مال تبوتی مالی تر کسی نمیدزده، خداوند خودش محافظتش میکنه. هیچ حاجت نیست که نیمی گوش گوسفند را ببری و پرتاب. هر مالی که از 3/1 حصه گوشش بریده قطع کرده شدگی باشد قربانیده نمیشود.